شب 5 فوریه در راه بازگشت از یک هنرنمایی در یک توی در ناحیه باباجان غفوروف دمیربک عالموف آوازخوان جوان و شناخته تاجیک در یک صدمه در موضع سرتوقع در کنار شهر خوجند جان باخت. دمیربک همگی 32 سال داشت. از او 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر یتیم ماندند. در این صدمه 2 نوازنده گروه دمیربک عالموف جراحت برداشتند و حالا طبیبان برای نجات جان آنها تلاش دارند، اما آوازخوان جوانمرگ را الکی در زادگاهش در ناحیه دیوشتیچ به خاک سپاریدند. این بار اول نیست که هنرمندان شناخته تاجیک در صدمه های نقلیاتی جان می‌دهند. سال 1979 مقدس نبیه، سال 1991 نرگس بندیچویه و سال 2020 بهرام غفوری بر اثر صدمه جان خود را از دست داده هواداران خود را غرق ماتم کردند. صبح 7 آگوست سال 2020 ساعت 04:00 دقیقه بر اثر در خیابان رودکی در مرکز دوشنبه در نزدیکی دانشگاه آموزگاری به کم از برخوردن یک ماشین جیپ لندکروزر بهرام غفوری آوازخوان شناخته استراد تاجیک در جای حادثه به هلاکت رسیده. راننده جیپ معاون پرکرور ناحیه فردوسی اسلام انورزاده و مسافر دیگر ماشین ظریفوف بهادر سال تولدش 1986 ساکن دهه کنگورت ناحیه تیمورملک جراحت وزنین برداشتند. بهرام همگی 44 سال داشت. مقدس نبیه یکی از تابناکترین ستاره های استراد تاجیک عصر 20 ماه سپتامبر سال 1979 وقتی همگی 29 سال و در اوج شهرت قرار داشت در یک صدمه تا حال پراسرار به هلاکت رسید. ماشینی که در آن مقدس نبیه و آوازخوان شهرتیار انسامبل گلشن از یک هنرنمایی در توی به دوشنبه برمیگشت در منطقه تکفان ناحیه عینی بر اثر صدمه نقلیاتی به هلاکت رسید. مقدس اون وقت همگی 29 سال داشت. غالب آزمون معتبر صدای آسیا نرگس بندیچوی و از ستاره های تازه ظهور کرده در آسمان استراد تاجیک اول سالهای 90 بود. او 21 سپتامبر سال 1991 همگی چند روز پیش از جشن 25 سالگیش در یک صدمه در دره ورزوب به هلاکت رسید. از نرگس که سابقه خیلی کوتاه در صحنه داشت همگی چند ترانه به یادگار ماند، ولی همه ترانه های شاکار و بیانگر آنکه هنر تاجیک در آن تیرماه سال 1991 چه استعداد نادری را از دست داد.